3 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان می‌گذرد. در این 3 سال حکومت سرپرست در میدان سیاست چگونه عمل کرده و در سیاست خارجی خود چقدر موفق بوده است؟ چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در مقابل حکومت فعلی وجود دارد؟ موضوع بر رسمیت شناسی و دورنمای افغانستان مواردی است که من از محمد امین کریم، یک تن از چهره‌های سیاسی افغانستان میپرسم. من عبدالله عزیزی هستم. وقت بخیر آقای کریم. چند روز بعد دقیقاً 3 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان میشه. شما این 3 سال را از لحاظ حکومت داری چگونه ارزیابی میکنین و از نظر شما چقدر آنها موفق بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما و بیننده های برنامه وزینتان عرض سلام و احترام دارم. در رابطه با سوال شما باید عرض بکنم که آنچه که میتونه مورد مقایسه قرار بگیره است که ما از چه حالتی به چه حالتی آمدیم. 3 سال قبل کشور ما اشغال شده بود. اشغال خاتمه پیدا کرد. در طول سالیان متمادی بیش از 200-300 نفر در روز ملت ما قربانی داشت به نام طالب، مجاهد، عسکر، پلیس و به خصوص افراد ملکی. این کشتار خاتمه پیدا کرد. جزایر قدرت و چور و چپاول‌های خارج از حساب به پایان رسید. فرهنگ وطن فروشی که از رأس و بدنه نظام تبلیغ می شد خاتمه پیدا کرد و نظام فعلی به صورت یک معجزه الهی بزرگترین قدرت جهانی را شکست داد به یمن مجاهدت ملت افغانستان. البته و نظام سرپرست فعلی روی کار آمد. این نظام مشروعیت خود را از جهادشان، قربانی هایشان و معاهده دوحه به دست آورده و 3 سال به این طرف در افغانستان حاکمیت داره. بله، و مشخصا سوال من در مورد همین حکومت 3 ساله است که شما چگونه ارزیابی میکنین و چقدر از نظر شما موفق بودن؟ در طول از 3 سال آنچه که میتونه من حیث یکی از مهمترین دستاوردها حساب شود عبارت از امنیتی است که امروز در کشور حاکم است. بعد از 45 سال 46 سال برای اولین بار هر فرد افغان میتونه در هر نقطه کشور سفر بکنه و با امنیت تمام. البته مشکلات جزئی امنیتی کم و بیش وجود داره، ولی در مقایسه 45 سال گذشته یک دستاورد بسیار بزرگی است. آنچه را که من به شما برشمردم هم هر کدامشان دستاوردهای بسیار بزرگ برای ملت است. خاتمه اشغال، خاتمه جنگ، خاتمه چور و چپاول، خاتمه جزایر قدرت، اینا همش دستاوردهایی است که نظام فعلی از بازیگران اصلی این دستاوردها بوده. در کنار از این ما مشکلاتی هم داریم. بزرگترین مشکلی که کشور ما با او مواجه است بحران بسیار عظیم اقتصادی هست. قدر مسلمی است که اگر کمک های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا به صورت $200 میلیون و بیش از او جریان نداشته باشه، وضع اقتصادی ملت ما آنقدر هولناک و وحشتناک خواهد بود که در تاریخ معاصر بی سابقه خواهد بود. همزمان ما با یک مشروعیت، عدم مشروعیت به خصوص جهانی و من جمله داخلی مواجه هستیم. بحران بسیار بزرگ مشروعیت است، فقدان مشروعیت و یک بحران عظیم و دراز مدت فرهنگی هست که ما با مواجه هستیم که اگر خلاصه عرض بکنیم میتونیم در این جمله خلاصه بکنیم که مشکل و برخوردی که در جهان اسلام از 200 سال به این طرف در جریان است
بین که آنچه سنت و مدرنیته نامیده میشه در افغانستان به صورت بسیار خشونتبار جریان داشته، به خصوص در 100 سال اخیر. و این بحران یکی از مشکلات است که امروز جامعه ما با او دست پنجه نرم میکنه. و امارت اسلامی یعنی شما میگن که در 3 سال در حکومت داری موفق عمل کرده؟ در بعد از ابعاد بله. مثلا از اینکه بعد از گرفتن قدرت چور و چپاول و خشونت ها و اینا با وقوع نپیوست و نهادهای کشوری امکانات کشور مورد دستبرد قرار نگرفت، یک دستاورد است. که اینا بالاخره تانستن یک نظامی را برقرار بکنن که منتج به ایجاد امنیت فیزیکی شد و ادارات کشور پیش ببرن در امو حدی که انتظار می رفت. یعنی یک جریان سیاسی عقیدتی به نام امارت اسلامی طالبان که به صورت انحصاری مطلقه قدرت در اختیار داره تانسته که چرخش نظام کم و بیش حفظ بکنه، با عدم تجربه که اینها داشتن، با عدم تخصصی که در پیشبرد امور تخصصی برای رشد فرهنگی و اقتصادی کشور داشتن، میتونیم بگیم که در امو حدی که انتظار میرفت اینا کار پیش بردن. ولی خلاهای متعدد وجود داره، چنانچه عرض کردیم که یک مقدار از اون ناشی از نظامداری است که فعلا با ما شما مواجه هستیم و یک مقدارش ناشی از تاریخ معاصر افغانستان و گذشته 20-40 ساله کشور است. بسیار خوب. به بنیاد گزارش ها حکومت سرپرست افغانستان در 38 کشور نماینده سیاسی دارد، اما با گذشت حدود 3 سال هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته. از دید شما دلیل چی است که تا حالا حکومت به رسمیت شناخته نشده؟ دلایل متعدد داخلی و خارجی در این مطلب نهفته است. چنانچه عرض کردم نظام فعلی قسما از طریق قربانی ها و مجاهدت بر سر کار آمده و قسما بر اساس معاهده مشهور به دوحه. در قرارداد دوحه 4 بند وجود داشت و داره و الی امر ثانی کماکان مورد اعتبار جانبین متفرقین است، ایالات متحده امریکا و تحریک امارت اسلامی طالبان. یکی از بندهای از او معطوف به ایجاد یک نظام اسلامی جدید برخواسته از طریق مذاکرات بین الافغانی بود. این بند قرارداد تا به حال معلق مانده و اجرا نشده و از شرایط به رسمیت شناخته شدن حکومت بعدی بعد از سقوط نظام جمهوریت، یکی از شرایط شمی بود که نظام جدیدی به وجود بیاید که از طریق مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده باشه. یکی از دلایل ای است. دلایل دیگرش برخواسته از اوضاع داخلی کشور است. مسئله اغماض در حقوق زنان به خصوص نصف و بیشتر از نصف نفوس جامعه و محدودیت هایی که به اینا ایجاد شده، عدم احقاق حقوق حقیقی دختران برای تحصیل و برای زنان برای کار و سیاست های سختگیرانه در رابطه با آزادی بیان، هرچند که به تناسب کشورهای همسایه ما و شما کماکان آزادی نسبی در بیان عقاید داریم، ولی برداشت جامعه جهانی است که این آزادی ها روز به روز تنگتر و محدودتر شده میرن. اما امارت اسلامی همواره گفته که در چارچوب شریعت اسلامی تمام حقوقی را که لازم است بر زنان و دخترها داده. خب این برخواسته از قرائت است که تحریک امارت اسلامی طالبان از فقه و از دین داره. جای تأسفی است که دی باور میکنن که یگانه قرائت ممکن توسط او کسانی است که دین را از طریق مدرسه آموختن
و انحصار قرائت از فقه و دین به خود اختصاص میدن. این برداشت یکی از برداشت های شاذ از فقه اسلامی است که چنانچه شما مطلع هستید مورد تایید شبه اجماع جهان اسلام و علمای اسلام نیست. یعنی شبه اجماع علمای جهان اسلام تحصیل زن، کار زن، حضور زن در تمام ابعاد اجتماعی را از حقوق اصلی زن در اسلام میدانند. بسیار خوب. بعداً به این میپردازیم آقای کریم. در قسمت به رسمیت شناسی یکی از شرایط را که همواره برخی از کشورها گفتن که حکومت همشمول در افغانستان ایجاد شود. از دید شما حکومتی که فعلا در افغانستان وجود داره حکومت همشمول است؟ تعریف حکومت همشمول تا به حال در حال از ابهام قرار دارد. من شخصا چندین بار از نماینده های کشورهای بیرونی که با اکثرشان در تماس هستم در داخل و بیرون این سوال کرده، به خصوص از آقای تامبست که منظور شما از حکومت همشمول چی است؟ متاسفانه ایشان علی رغم تاکید من بر این سوال جواب خاص ارائه نکردن. اگر قرار تعریف حکومت همشمول ای باشه که جناح‌های سیاسی که در نظام قبلی حضور و فعال داشتن دوباره در قدرت شریک شوند، این مطلب نه ملت افغانستان میپذیره و نه در تاریخ معاصر جهان مثال شبیه ازی داریم که حکومت همشمول باید همه نیروهای سیاسی در قدرت سهیم شوند. شما کدام مثالی را در جهان دارید؟ یگانه مثالی که از طریق کشور فرانسه به صورت مصنوعی ساخته شد کشور لبنان است و میبینیم که امروز کشور فرسوده و در حالت اضمحلال است. ولی اگر منظور از حکومت همشمول ای باشه که اما آحاد ملت خود را در نظام خود شامل بدانند، بله این یک تقاضای معقول نه تنها جامعه جهانی بلکه اقتضای دینداری دین اسلام و خواست بر حق ملت افغانستان است. اما مقام امارات اسلامی همیشه گفتن که از تمام اقوام افغانستان در حکومت وجود داره، هزاره، پشتون، تاجک، ازبک. یعنی منظور اگر حکومت شمول تمام اقوام باشه خب پس اونا میگن که تمام اقوام حضور داره. این تقاضا تنها از طریق بعض کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایران مطرح شده که تقسیم قدرت بر اساس اقوام علاقه دارن که ایجاد شود، در حالی که در کشورهای خودشون این کار را نمیکنن. ایران اقتدار مطلق در اختصاص و انحصار ملیت فارس به دست داره و در ترکیه هم عین حال است. آنچه بر نفس خویش نپسندی نیز بر نفس دیگران مپسند. در کجای اسلام و در کجای قوانین بین المللی و منشور و عرف جهانی آمده که قدرت به اساس اقوام تقسیم شود؟ این تقاضا در داخل از طرف تکیه‌داران قومی است. ما و ملت افغانستان این تقاضا را نداریم که قدرت به اساس اقوام تقسیم شود. آنچه که ما طلب داریم است که نظام ایجاد شود که در او همه آحاد ملت خود را شریک بدانند. این به این معنا نیست که همگی در قدرت باشه، بلکه به این معناست که ما یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی داشته باشیم که این قانون اساسی را خود ما بنویسیم. این مملکت که به نام افغانستان یاد میشه مالکش کی است؟ مالک از این مملکت کی است؟ مالک از این مملکت ملت افغانستان است. یکی از تعاریف استقلال این است که ملت بتونه تعیین سرنوشت بکنه. اون ملت مستقل نیست که حق تعیین سرنوشت خود نداره. ملت ما این حق داره، این صاحب از این مملکت است و حق داره که تعیین بکنه چه قسم نظامی را در کشور خود میخواه. و چون لله الحمد اکثریت مطلق قریب به اتفاق و اجماعی ملت ما مسلمان است، طبیعتا قانون اساسی را که خودش به خاطر تعیین سرنوشت خود می نویسه یک قانون اسلامی خواهد بود
و بنابراین نظام همه شمول اون نظام است که از طریق یک وثیقه ملی که در اون صلاحیت‌های دولت، چگونگی گرفتن قدرت، چگونگی عزل و نصب رهبری مشخص میشه، رابطه بین افراد مشخص میشه، صلاحیت‌های حکومت مشخص میشه، در بعد تجارتی و اقتصادی لوایح و قوانین ایجاد میشه که مردم خودشون برای خود میخواهند. این نظام یک نظام همه شمول است. ضرور نیست که همگی در قدرت باشه. پیشنهاد من است که نظام فعلی برای یک مدت تا زمانی که این وثیقه ملی نوشته شده توسط ملت افغانستان و یا نماینده های ملت افغانستان ایجاد نشده بر سر قدرت باقی مانند. ولی تا زمانی که قانون به وجود نامده متاسفانه بحث از همه شمولیت یک صحبت به محل است. نه حضور اقوام در این مطلب همه شمول می سازه. گیریم که تمام رهبری این نظام را برادران بامیان یا نورستان بسازن، از دید اسلامی و از دید عرف بین‌المللی هیچ اشکالی به وجود نمیاره. همه شمول بودن در داشتن حقوق و مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های مشخص شده می باشه. چی ما در داخل نظام در قدرت باشم چی نباشم، شامل نظامی هستم که به او رأی دادیم و او را نوشته کردیم. 3 سال میشه که دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پانتون را ندارن، با وجود که این خواست همواره مطرح شده. چرا به نظر شما امارت اسلامی به این خواست مردم تمکین نمیکنه و در تصمیم خود تجدید نظر نمیکنه؟ تا جایی که من اطلاع دارم اکثریت بزرگان تحریک امارت اسلامی طالبان که در کابل حضور دارند، با تحصیل دختران، با کار زنان، با احیای حقوق زنان بر طبق شریعت اسلامی نه تنها موافق هستند بلکه شدیداً طرفدار از این هستند که این حقوق به اینا برگشتانده شود. متاسفانه یک حلقه طبیعتاً قدرتمند ولی قلیل کماکان یا بر اساس برداشت‌های فقهیشان و یا بر اساس چانه زدن با جامعه جهانی من حیث یک ابزار سیاسی از رسیدن دختران ما به تحصیل و زنان ما برای کار و حضور در جامعه امتناع می‌ورزند و این حقیقتا یک ظلم هست که بر حق نصفی از نفوس جامعه اعمال میشه و بخصوص ما در داخل و خارج همیشه در رفت آمد هستم بر چهره اسلام و عظمت و مجد اسلامی که در دنیا فعلا شما خبر دارین که اسلام پیشروترین دین دنیاست، صدمه بسیار بزرگ وارد میکنه. یعنی دختران جوان در اروپا میگن که ما مسلمان شویم که نه حق تحصیل، نه حق کار، نه هیچ چیز داشته باشیم. این چه قسم دین است؟ متاسفانه این مشکل وجود داره و یکی از عوامل از این که دنیا به خصوص افکار عمومی جهان و به خصوص در کشورهای غربی مانع از این میشن که دولت‌هایشان نظام فعلی را به رسمیت بشناسند. و این مشکل فکر میکنین به زودی حل خواهد شد؟ این سوال شما باید از بزرگان تحریک امارت اسلامی طالبان بکنید. جواب از این سوال پیش ما نیست. آرزوی ما است که این مشکل به زودترین فرصت ممکنه به صورت معقول استوار بر شریعت غرای محمدی حل و فصل شود. برخی از کشورها و نهادها از وجود تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه همواره ابراز نگرانی کردن. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگه نیست. شما فکر میکنین که از افغانستان تهدیدی به کشورهای دیگه متوجه است؟ دقیقاً شما 3 موردی را تا مطرح کردین که جامعه جهانی به صورت اجماعی تقاضا داره به خاطر به رسمیت شناختن نظام فعلی کشور. 1 همه شمول بودن نظام، 2 اعاده حقوق انسانی و در رأس از او حقوق زنان و 3 مبارزه شدیدتر با آنچه که آنها به نام تروریسم تعریف میکنن. این 3 شرط
هرچند که در تعریف از او و در تعبیر از او میتونه اختلافات بین کشورهای جهان وجود داشته باشه، ولی به صورت کل اجماعی تقاضای دنیاست. در 2-3 هفته پیش که کنفرانس دوحه سوم بود، تقریبا 21 کشور ذی‌دخل در قضیه افغانستان بدون استثناء میشه تقاضا را کردن. ای که تحریک امارت اسلامی طالبان هم در قرارداد دوحه این تعهد داده که با بند دیگه از 4 بند قرارداد دوحه همی است که با نیروهایی که تروریست گفته میشه مبارزه جدی‌تر بکنه، هم یکی از موانع اصلی به رسمیت شناختن نظام فعلی است. تا جایی که ما میبینیم و اطلاع داریم، نظام فعلی با کثیر از گروه هایی که تروریست گفته میشن مبارزه جدی را برای انداخته. یگانه مشکل عمده که فعلا وجود داره، یکی متاسفانه دشمنی با ملت ماست و که عبارت از داعش خراسان می باشه. نظام فعلی با تمام قوت با می جنگه تا حدی که حتی ایالات متحده امریکا از این مبارزه نظام فعلی ابراز رضایت کرده. ولی معضله دوم مسئله TTP هست که یک گره و یک زخم ناسور است که نظام فعلی بسیار کوشیده که یک راه حلی پیدا بکنن. شما میفهمین که تحریک امارت اسلامی طالبان در طول از 30 و چند سال حضورش و موجودیتش تقریبا 30 سال دقیقاً رابطه بسیار نیک و حسنی با کشور همسایه پاکستان داشته و اگر توانایی از این داشته باشه که بدون پامال کردن حقوق انسانی و اصول پشتونولی و اصول دینی این مشکل با پاکستان حل کنه، قطعا دریغ نخواد کرده. در باقی مسائل نظام فعلی تلاش خود را برای اینکه از افغانستان محور برای عملیات خشونت آمیز به کشورهای بیرون نباشه انجام داده. بله، تشکر. و شما چه فکر میکنین کدام کارهای بود که امارت اسلامی دی 3 سال میتونست انجام بده و باید انجام بده اما انجام نداد؟ یکی از مهمترین و اساسی ترین امری که باید انجام میشد و باید شود است که افغانستان صاحب یک قانون اساسی تحریر شده توسط ملت افغانستان و نماینده های برخواسته از انتخاب ملت افغانستان ایجاد میشد. قطعا قابل درک نیست که نظامی که 3 سال دوام داره به نام سرپرست باشه. هیچ دلیل و انگیزه برای این کار برای ما، برای ملت افغانستان قابل درک نیست. نظام‌های سرپرست معمولاً برای 1 هفته، 2 هفته، نهایتاً 1 ماه، نهایتاً 3 ماه معمول است در دنیا. ولی نظام سرپرست که سالها سر کار باشه، نه شاهد دیگه در دنیا برای وجود داره و نه دلیل منطقی برای قابل تصور است و نه دلایلی که برای چرا این نظام کماکان سرپرست است ارائه نشده. یکی از دلایل دیگه که ما با مشکلات داخلی و خارجی مواجه هستیم همین است که نظام سرپرست یعنی چی؟ در عرف بین المللی علوم سیاسی قرار به این است که نظام‌های سرپرست بجز از پیشبرد کارهای روزمره، مثلا دادن معاش کارمنداش، پلیس و عسکرش و حفظ حدود اربی کشور، حق تصمیم گیری هایی که مربوط ملت میشه نداره. مثلا قرارداد یک معدن یا قراردادهای بزرگی که برای سالهای متمادی کشور ما را متحد به او میسازه از حیطه صلاحیت یک نظام سرپرست نیست. یکی از موانع ازیام که کشورهای بیرونی یا به خصوص سکتور خصوصی در جامعه جهانی تا به حال سرمایه گذاری لازمی را نکرده همیست که این نظام را فاقد صلاحیت حقوقی میدانه، چون یک نظام سرپرست است. این یکی از مشکلات بزرگی است که میتونه نظام فعلی او را راه حل پیدا بکنه. مطلب دیگه است که مشروعیت برای ارائه و اعاده مشروعیت بیرونی
از مشروعیت عملی و علنی داخلی برخوردار شود. بزرگان امارت اسلامی طالبان بارها گفتند که ما از حمایت مردمی برخوردار هستیم. این مطلب تا زمانی که تحریک امارت اسلامی طالبان در مقابل خارجی ها می جنگید یک امر کاملا حقیقی است. بزرگان امارت برای این مطلب بارها معترف بودند که بدون حمایت مردمی توانایی تسخیر یک پسته نظامی را نداشتند. ملت افغانستان تحریک امارت اسلامی طالبان را در امر اخراج نیروهای خارجی و خاتمه اشغال بی‌دریغانه حمایت کردند. اما این حمایت به این معنا نیست که از چگونگی نظامی که شما هم پیاده میکنید مردم حمایت میکنند. من نه ادعا دارم که ملت حامی از این نظام است، نه ادعا دارم که ملت حامی از این نظام نیست، ولی این مطلب مبرهن است که سوال از ملت تا به حال صورت نگرفته. یکی از بزرگان گفتند که چون در مقابل ما مقاومت مسلحانه قوی وجود نداره پس ما مردمی هستیم. این برخورد و منطق یک برخورد کاملا به اصطلاح استوار بر خشونت است. ضرور نیست که ما تا حد انتظار بکشیم و بگوییم که ملت از ما حمایت میکنه تا زمانی که ملت قیام نظامی بکنه. خدا نخواهد اون روزی که ما به این حالت دوباره مواجه شیم. ما نمیدانیم که مشروعیت داخلی نظام در چی حد است، چون از مردم سوال نشده. نظام فعلی این تصمیم نگرفته که اراده را مبرهن بسازه، تمثیل بکنه، به دنیا نشان بده که به این طریق ملت از ما شورای ملت بخواین ملت نماینده های خود تعیین بکنن. اگر تشویش ازی دارین که افراد دزد و سرمایه‌دار اینا در انتخابات و در شورا سهم بگیرن، فیلتر درست بکنین، بگذارین که ملت نماینده های خود تعیین بکنه و این نماینده های ملت دست بلند بکنن که بله ما از نظام فعلی حمایت میکنیم. اما شما فعلا پیشتر گفتن که حکومت امارت اسلامی مشروعیت خود از جهادشان و از خونه‌ای که ریختانده شده میگیرن. برای گرفتن قدرت برای یک دوره گذار تا برسیدن به یک مشروعیت عینی و عملی مشخص و تمثیل شده. این نظام را باید از تحریک امارت اسلامی طالبان قدرت بعد از سقوط نظام قبلی به دست میگرفت و برای یک مقطع زمانی گذار زمام امور به دست می داشت. ولی این امر معقول بود، ولی این جاودانه کار باید باشه یا یک زمان منشوری باید وجود بیاید که چگونگی حضور نظام، صلاحیت ها، مسئله عزل و نصب رهبری در اون مشخص باشه و اون مهر پذیرش ملت سر از او خورده باشه. تشکر. چه فکر میکنین چه فرصت‌هایی در مقابل امارت اسلامی وجود داره که میتونه از او به خاطر بهبود وضعیت کشور استفاده بکنه و در کل پیشنهادهای شما بر حکومت فعلی چی است؟ ما یکی دو طرحی را خدمت بزرگان امارت اسلامی طالبان از یکی دو سال به این طرف پیشکش کردیم و هم به نماینده های کشورهای ذی‌دخل 21 کشور به اکثریتشان فرستاده، بعضیشان بحث کردیم. نظر ما است که در معادله سه جانبه‌ای که عبارت از ملت افغانستان، جامعه جهانی و تحریک امارت اسلامی طالبان است، تضاد منافع و خواستها وجود ندارد. این خواستها هرچند که مشخص و جدا از هم هستند در یک مدار قابل جمع و حل هستند. جامعه جهانی چنانچه پیشتر عرض کردیم سه تقاضای مشخص دارد. اصلی مبارزه بر ضد آنچه آنها تروریسم میگن، نظام همه شمول که در گزارش که آقای فریدون سنرلی اغلو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد سال قبل آمده است که نظام آینده افغانستان باید نظام همه شمول باشه. inclusive government نوشه نکردن و شاید شخصا من با آقای فریدون سنرلی اغلو یک ساعت دو ساعت در رابطه با می کلمه بحث کردم و او را مبدل به inclusive governance ساخت، یعنی نظام همه شمول.
و مبارزه و اعاده حقوق زنان. این سه خواست جامعه جهانی است. تحریک امارت اسلامی طالبان هم سه خواست، 4 خواست مشخص داره: به رسمیت شناخته شدن، برداشته شدن لیست های سیاه، آزاد ساختن منابع مالی افغانستان و افزایش در کمک های اقتصادی. این خواست است که نظام فعلی ما از جامعه جهانی داره. ملت افغانستان یک خواست داره: جایگاه ما، مسئولیت ما، مکلفیت ما در چوکات یک قانون اساسی مشخص شود. در چوکات یک کنفرانس بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد، تحریک امارت اسلامی طالبان، کشورهای جهان در چوکات همین چیزی که به نام کنفرانس دوحه یاد میشه و نماینده های مردم افغانستان که نماینده های نظام قبلی نیست، میتونن مجموعه از شخصیت های تاثیرگذار سیاسی غیر متنازعی از داخل به خصوص و من جمله شرکت بکنن و در اونجا تعهد سپرده شود از طرف تحریک امارت اسلامی طالبان که ما حاضر هستیم که قانون اساسی نوشته شده توسط ملت افغانستان را که در اون طبیعتا نماینده های تحریک امارت اسلامی طالبان و قشر ملاهای افغانستان سهم بزرگی را خواهد داشتن، میتونن تا 10-20% منتصب باشن. این قانون اساسی درست شود. در چوکات قانون اساسی حقوق انسانی، حقوق زنها، خواستهای جهانی من جمله در رابطه با تروریسم در این قانون اساسی درج شود. بالمقابل جامعه جهانی نظام فعلی را به رسمیت بشناسند، دارایی های افغانستان آزاد بکنن، لیست سیاه را برطرف بکنن، کمک های اقتصادی را ازدیاد ببخشن. به این ترتیب هم خواست ملت افغانستان، هم خواهشات تحریک امارت اسلامی طالبان و هم تقاضای جامعه جهانی میتونه با هم جمع شود و به یک راه حل معقول و منطقی و منصفانه برسیم. بله. و یک موضوع دیگه، از دید شما وجود احزاب سیاسی در شرایط کنونی در افغانستان آیا یک نیاز است یا خیر؟ اصل مطلب مسئله آزادی است. خداوند انسان رو آزاد خلق کرده. شما چرا به اون مشکلات خلق میکنید؟ این فرموده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، خلیفه عادل و فاروق اسلام، انسانها را خداوند آزاد خلق کرده. آزادی بیان جزء اعتقادات دینی ما شماست. در دین اکراه و جبر وجود نداره. انسان آزاد است که صاحب عقیده باشه و آزاد است که عقیده خود را بیان بکنه. از صدر اسلام و به خصوص از انسان به مثابه انسان بودن تفاوت دیدگاه وجود داره. یک امر کاملا طبیعی است و اراده الهی است که انسانها تفرق داشته باشند از طریق قبایل مختلف، شعوب مختلف، برای تعارف هم دیگر. در بعد صدر اسلام هم احزاب فکری وجود داشتن. همین 4-5 مذهبی که وجود داره اینا احزاب سیاسی عقیدتی هستند. هیچ کسی در هیچ زمان با افکار و اراده افکار و اجتماعات سیاسی مخالفت نکردن. خوارج که حضرت علی کرم الله اجره به شهادت رساندن، طایفه بودن نهایت خشونت‌کار، در مقابل مسجد حضرت علی کرم الله اجره در کوفه می آمدن، به او دشنام می دادن، او را تکفیر می کردن. حضرت علی کرم الله اجره مانع از این می شد با اونا مخالفت صورت بگیرن. می گفت تا زمانی که شمشیر نگرفتن اینا در نظرات خود آزاد هستند. آزادی احزاب، تفاوت افکار و دیدگاه ها، غنای اسلام و جوامع و شرط رشد فرهنگی و رشد اقتصادی جوامع است. بله، اما آقای شرعی سرپرست وزارت عدلیه گفته که وجود احزاب سیاسی جنبه شرعی نداره و هیچگاهی به نفع مردم افغانستان نبوده. حتی اونا گفتن که بدبختی فعلی افغانستان به دلیل وجود همه احزاب سیاسی بودن. خود آقای شرعی عضو کدام تنظیم سیاسی است یا یک فرد آزاد است؟
تنظیم امارت اسلامی طالبان یک حزب سیاسی عقیدتی نظامی است یا یک تعریف دیگه داره؟ آنچه بر نفس خویش نپسندی نیز بر نفس دیگران مپسند. این مطلب زیربنای اخلاق انسانی و اسلامی هست. تو خودت میگی که من خودم یک حزب می داشته باشم، عضو یک حزب است، سیاسی، عقیدتی، نظامی، قشری، ولی دیگر ملت افغانستان حق نداره که اجتماع بکنه، جنگ بکنه. این به کدام منطق استوار است؟ به کدام آیت قرآنی استوار است؟ به کدام سنت نبوی استوار است؟ اونا برای ما لطف بکن این استوار ادعای خود را بر شریعت غرای محمدی برای ما بیان بکنن، ما تسلیم شریعت هستیم. و به عنوان سوال اخیر آقای کریم، دورنمای افغانستان را با توجه به گپایی که شما گفتین چگونه میبینین افغانستان در 2 سال بعد 3 سال بعد در کجا خواهد بود؟ این مطلب تا حد زیاد منوط و مربوط عملکرد و دساتیری است که از طرف امارت اسلامی طالبان ارائه خواهد شد. آن چیزی که من حیث بزرگترین مشکل میدانم در دیروز و امروز و فردا حل امی 3 بحران است. حل بحران اقتصادی یکی از وجوبات و ایجابات اصلی نظام است. شاید که ضعیفترین نقطه‌ای که میتونه نظام فعلی را تهدید بکنه، موجودیتش تهدید بکنه، مسئله فقر اقتصادی مردم خواهد بود. شما میدانید که 29 میلیون نفر در افغانستان خارجی ها نان و آب میتن. این تقریبا 4/5 نفوس کل افغانستان است. 4/5 تمام نفوس افغانستان. اگر خدای ناخواسته امسال یا بسال ما با خشکسالی سالهای قبل مواجه شیم، این به استثنای 4-5% نفوس افغانستان که صاحب کار و بار و درآمد هستند، 90% مردم افغانستان با فقر جانکاهی مواجه خواهد کرد. و این مردم ناراض میشن، اعتراض میکنن، قیام میکنن. به خاطر بیرون رفت از بحران اقتصادی نظام فعلی باید تلاش اعظمی خود را به کار برده تا روابط خود را با جهان گشایش بده، افغانستان به رسمیت شناخته شود، سیستم بانکی که باعث زیربنای فعالیت سکتور خصوصی و تجارت و اقتصاد است دوباره فعال شود، کشورهای دنیا، نهادهای جهانی در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و تا حد ممکن از این حالت هولناک انقباض اقتصادی به طرف رشد اقتصادی بریم. شما میفهمین که نزدیک به 30% اقتصاد افغانستان منقبض شده، خردتر شده نسبت به 3 سال پیش. 30% نزدیک به 1/3 تمام اقتصاد از این کشور و نظام فعلی ما استوار بر یک اقتصاد کامپرادور است به اصطلاح مارکسیستا. یعنی تجارایی هستن که مال وارد میکن سر مردم میفروشن. نظام تولیدی ما بسیار ضعیف است. لله الحمد علیرغم مشکلات مدیده نظام فعلی تانست که کانال قشتیپک یکی از بزرگترین عناصر رشد اقتصادی ما تا حد خوبی پیش برن. یک مقدار زیرساخت‌های را سرک‌ها و اینا را کار کردن. اینها شرایط لازمی هستند ولی به هیچ صورت مکفی نیستن. مشکل دوم که زمانگیر است که مسئله مشروعیت بحران فرهنگی باید که هر چیز زودتر حل شود. بین شهر و روستا باید که روابط سالم، سازنده و مکمل دیگه ایجاد شود. کسی از قریه نام آمده به شما انتخاب نگیره که چرا کرتی و پتلون پوشیدی و چرا با پنجه و کار نان میخوری و کسی از قریه آمدگی انتخاب نگیره که چرا با این لباس میگردی. در دیگر کشورهای مشکل تا حد زیادی حل شده. افغانستان کماکان مشکل برخورد سنت و مدرنیته داره. سنت یعنی همی عرف قریجات ما و شما، این همی عرفی که در اونجا به حیث قانون حساب میشه. در شهر، در نظام معاصر ما نقش عقلانیت، نقش محوری را در پیشبرد امور زندگی داره و در اینجا
اصل بر قانون است. روابط قومی، قبیلوی و روستاها دیگه در شهرها مریع الاجرا نیست. اینی موضوع باید به یک نحو احسن با همدیگر پذیری حل شود، مشکل برخورد مکتب و مدرسه حل شود. در غیر از او این کشور نه بر رشد اقتصادی پیش میره نه بر رشد فرهنگی. و بالاخره مسئله مشروعیت داخلی به خصوص و خارجی با یک راه حل معقول پیدا کنه. در غیر از او متاسفانه ملت ما دامنگیر مشکلات مدیده باقی خواهد ماند. بسیار تشکر. سلامت باشین که وقت گذاشتین. بخیر باشین. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.